تو سال 1933 رابرت پاولی شرر یه دستگاهی برای تولید انبوه کپسولای ژلاتینی نرم اختراع کرد. کپسول ژلاتینی رو هممون دیدیم. منظور کپسولایی مثل ژلوفن و کپسولایی مثل مولتی ویتامینا و ایناست. دستگاه تولید انبوه اینا رو همین آقای رابرت پاولی شرر برای اولین بار اختراع کرد. 50 سال بعد از اختراع این دستگاه، شرکت آر.پی. شرر بزرگترین تولید کننده کپسولای ژلاتینی تو دنیا بود. ولی وقتی دختر 47 ساله رابرت پاولی شرر یعنی کارلا شرر تو سال 1984 عضو هیئت مدیره شرکت شد، در عرض چند روز فهمید که وضعیت مدیریت شرکت اصلاً جالب نیست. آر.پی. شرر بیزنس خیلی خوبی بود. گاو شیرده بود. یه دنیا تخصص و پتنت و ثبت اختراع و اینا هم تو دل این شرکت جمع شده بود و تو تولید کپسولای ژلاتینی تجربه بی‌نظیری داشت. ولی مدیرای شرکت در طول 2 دهه گذشته از این گاو شیرده اشتباه استفاده کرده بودن و با پول این گاو شیرده رفته بودن کسب و کارهای خیلی متنوع و پخش و پلایی رو خریده بودن. کسب و کارهایی مثلا یه شرکت بسته‌بندی کاغذی خریده بودن، یا مثلا رفته بودن یه تولید کننده محصولات مراقبت پوست و مو خریده بودن. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی بیمه بازار رو براتون معرفی کردم. امروز میخوام سامانه تحلیل ریسک بیمه بازار رو براتون بیشتر معرفی کنم. تو سیستم بانکی اعتبارسنجی مشتری‌ها موضوع مهمیه. تو صنعت بیمه هم یه چیزی شبیه اعتبارسنجی مشتری‌ها رو داریم. یعنی بیمه گذار براش مهمه که بدونه احتمال وقوع اون اتفاق بدی که بیمش کرده چقدره. سامانه ریسک بیمه بازار روی دیتاهای کل صنعت بیمه الگوریتم‌های هوش مصنوعی مثل رندوم فارست و دیسیژن تری رو اجرا میکنه و با این الگوریتما کاربرا رو بر اساس 15 تا فاکتور دسته‌بندی میکنه. بنابراین بیمه بازار میتونه پر ریسک ترین مشتری‌ها رو تشخیص بده و به شرکت‌های بیمه کمک کنه که خدمتشون رو به این مشتری‌ها نفروشن. بیمه بازار تونسته با این الگوریتما سودآوری شرکت‌های بیمه رو 20% رشد بده و این کار رو برای اولین بار توی صنعت بیمه ایران اجرا کنه. تا الانم 5 تا شرکت بیمه مشتری پر و پا قرص این سامانه بودن. نسخه پیشرفته تر این سامانه میتونه به صورت هوشمند برای هر مشتری بیمه بدنه قیمت‌گذاری شخصی سازی شده انجام بده. بنابراین حتی من و شما خریدار بیمه هم میتونیم بهترین پیشنهاد ممکن برای قیمت بیمه‌مون رو از بیمه بازار بگیریم. بیمه‌بازار.com. کارلا شرر بعد از عضویت تو هیئت مدیره شرکت متوجه شد که یه مشکل دیگه هم داره. اونم این بود که مدیر عامل آر.پی. شرر شوهر خودشه، یعنی پیتر فینک. کارلا فکر میکرد استراتژی رشد تهاجمی که شوهرش تو شرکت در پیش گرفته به نفع سهامدارها نیست. خود کارلا هم بزرگترین سهامدار شرکت بود و عمده ثروتش هم سهام همین شرکت بود. یعنی عملاً به جز سهام این شرکت چیز زیادی نداشت. بعدها کارلا یه جایی گفته بود که مدیرای شرکت از جیب من یه سفره عریض و طویل برای خودشون پهن کرده بودن. با این وضعیت خیلی بعید بود که کارلا بخواد همچنان زن پیتر فینک بمونه. کارلا از همه اعضای هیئت مدیره سهام بیشتری داشت، ولی کسی حرفاشو جدی نمی گرفت. خودش فکر میکرد اینکه کسی جدیش نمیگیره 2 تا دلیل داره. دلیل اول اینه که تحصیلات دانشگاهی تو زمینه بیزنس نداره و دلیل دومم اینه که بین اون همه مرد کارلا تنها عضو هیئت مدیره زن بود.
کارلا میگه هیئت مدیره شرکت شبیه یه دبیرستان پسرونه بود. اعضای هیئت مدیره با اینکه یه دنیا تضاد منافع با همدیگه داشتن، بازم با همدیگه گلف بازی میکردن، با همدیگه به کلابای مختلف رفت و آمد میکردن و از همه مهمتر این که جیب همدیگه رو حسابی پر میکردن. چند سالی از عضویت کارلا تو هیئت مدیره شرکت گذشت و کم کم کارلا فهمید که اگه بیزنس اصلی پدرش یعنی بیزنس کپسول ژلاتینی رو از بقیه شرکت جدا کنه و دست اعضای بی‌لیاقت هیئت مدیره رو ازش قطع کنه، این بیزنس میتونه خیلی بیشتر از اینا ارزش داشته باشه. همچین وضعیتی و همچین شرکتی یه لقمه چرب و چیلی برای آدمی مثل کارلای کان بود. لقمه‌ای که توش سهم شرکت تو بازار داره ارزون معامله میشه و همزمان دارایی‌های گرون شرکت دارن تو دل شرکت خاک میخورن. ولی سوال اصلی اینه که چی شرکت آرپی شرر رو به این وضعیت اسفناک انداخته بود؟ اگه داستان خط لوله شمالی بن گراهام رو یادتون باشه، تو اون داستان شرکت خط لوله شمالی هیچ مسئولیتی نسبت به سهامدارهاش قبول نمی‌کرد. دلیلش هم این بود که مدیرای شرکت هیئت مدیره رو اشغال کرده بودن و اصلاً منافع سهامدارها براشون موضوعیتی نداشت. ولی تو شرکت آرپی شرر فقط 2 تا صندلی هیئت مدیره از 10 تا صندلی در اختیار مدیرا بود. ولی حتی تو همین شرایط هم، یعنی تو شرایطی که مدیرا خودشون عضو هیئت مدیره نباشن، معمولاً ترکیب اعضای هیئت مدیره توسط مدیر عامل مهندسی شده و همه اعضای هیئت مدیره جز دوستا و آشناهای مدیر عامل هستن. جدای از این، حتی اگه یه عضو واقعا مستقل هم توی هیئت مدیره باشه، عملا زورش به بقیه اعضا نمیرسه. معمولا قضیه اینطوریه که مدیرا پشت اعضای هیئت مدیره سنگر میگیرن و دوباره قضیه تبدیل میشه به همون چیزی که توی داستان خط لوله شمالی دیدیم. قبل از اینکه رابرت پاولی شرر یعنی پدر کارلا شرر تبدیل به سلطان کپسول بشه، با 2 تا بچه کوچیک بیکار بود. ولی داستان زندگیش اینطوری نبود که فکر کنید از فقر تبدیل به سلطان کپسول شده باشه. رابرت پاولی شرر پسر یه چشم پزشک بسیار موفق تو دیترویت بود و سال 1930 از دانشگاه میشیگان تو رشته مهندسی شیمی فارغ التحصیل شده بود و بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی توی شرکت تولید دارو استخدام شده بود. یه 4-5 ماه توی همین شرکت کار کرد، بعدش به این نتیجه رسید که حقوقش کفاف زندگیش رو نمیده. رفت به رئیسش گفت که حقوق منو زیاد کن و رئیسش هم قبول نکرد و رابرت هم درجا استعفا داد و زد بیرون. بابای رابرت با اینکه چشم پزشک بود، آدم فنی بود و توی زیرزمین خونه کلی ابزارالات نگه می داشت و وقتای خالیشو با همین ابزارالات پر می کرد. البته من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید. باباش واقعا توی کارهای فنی خیلی خفن بود. تفریح رابرت این بود که تو بچگی بشینه تو زیرزمین و کارهای باباشو نگاه کنه. خودش یه جایی گفته بود بابام چیزای جالبی درست میکرد. از دستگاه آسیاب قهوه بگیر تا دستگاهی که میوه و سبزیجات خورد میکرد و تا دستگاهی که بستنی درست میکرد. به خاطر همین وقتی رابرت از شغلش استعفا داد، یک کارگاه مجهز در اختیارش بود و تصمیم گرفت تو همین کارگاه یه دستگاهی بسازه که کپسول ژلاتینی تولید کنه. همونطوری که گفتم قبلا رابرت چند ماه تو کارخونه تولید دارو کار کرده بود. تو همین کارخونه هم دیده بود که دستگاهی که کپسول رو تولید میکنه چقدر بد کار میکنه و چقدر سرعت تولیدش کمه. سر همینم رابرت 3 سال کامل تو زیرزمین خونه پدرش کار کرد تا یه روش تولید جدید برای کپسول ژلاتینی بسازه. روشی که امروز بهش میگن روش قالب چرخشی و خب این روش انقدر روش خوبی بود که الان دیگه همه جای دنیا کپسول ژلاتینی رو با همین روش تولید میکنن.
دستگاهی که رابرت ساخت دیگه دردسرای قبلی رو نداشت. اولین ویژگیش این بود که فرایند تولید کپسول رو 0 تا 100 خودش انجام میداد. دومین ویژگیش هم این بود که اتلاف خیلی کمتری نسبت به دستگاه‌های مشابه خودش داشت. و سومین ویژگیش هم این بود که خیلی سریع بود. با این دستگاه عملاً میشد 1,000,000 کپسول رو در عرض یک روز تولید کرد. رابرت تو سال 1933 اختراعش رو ثبت کرد و بیزنس رو شروع کرد. اولین سفارش تولیدش رو هم از همون شرکتی گرفت که چند ماه توش کار کرده بود. کار به جایی رسید که تا سال 1944 تولید شرکت رابرت به 5 میلیارد کپسول در یک سال رسیده بود. بیزنس خیلی بیزنس سودآوری بود و رابرت هم همه سودش رو دوباره توی بیزنس سرمایه گذاری میکرد. توی مصاحبه ای هم برگشته بود گفته بود که من اصلا نمیخوام امنیت مالی داشته باشم، من میخوام رشد کنم. مصاحبه کننده بعد از مصاحبه یه ذره از عادتهای کاری رابرت هم نوشته بود که نشون میداد چقدر آدم عجیبی بوده این رابرت. طرف نوشته بود که رابرت از کار متنفره. صبح تا ساعت 9-10 میخوابه و بعد از بیدار شدن یه ساعتی با خودش فکر میکنه یا یه کتابی چیزی میخونه، بعد پا میشه میره سر کار که تا برسه به دفتر شرکت دیگه وقت ناهار شده. همونجا میشینه یه ناهار مفصل میخوره و دوباره میشینه پشت میزش. اگر بعد از اینکه نشست پشت میزش چیز جالبی پیدا کرد که روش کار کنه، با نهایت تمرکز رو همون کار میکنه و حتی تا نصف شب هم کار رو متوقف نمیکنه. اگرم چیزی پیدا نکرد که خب تعطیل میکنه و میره خونه و با خانوادهش خوش میگذرونه. هیچ بیزنسمنی تو اون سالا اینطوری کار نمیکرد. رابرت یه یاغی به تمام معنا بود. خودش بارها گفته بود که کارهایی که من تا حالا انجام دادم اسمش اصلا کار نبوده، اسمش اصلا شغل نبوده. من همیشه داشتم خوش میگذروندم و خب همینم کلید موفقیتش بود. بعدش هم تو کل عمر کاریش فقط و فقط روی همین متمرکز بود که پروسه تولید کپسول ژلاتینی رو بهتر کنه و به بازارهای جدید ورود کنه. تا سال 1940 رابرت از بازار کپسول ژلاتینی 90% سهم داشت، یعنی 90% بازار رو در کنترل مطلق خودش داشت. هیچکس حتی نمیتونست نزدیک به رقابت با رابرت بشه. تو سالای اول مشتریا محتوای کپسول رو میدادن به رابرت، یعنی فرمول کپسول رو میدادن به رابرت و بعد رابرت براشون تولید میکرد، تبدیلش میکرد به کپسول ژلاتینی. کم کم رابرت کارو گسترش داد و به جایی رسید که حتی فرمول کپسول رو هم خودش تولید میکرد، یعنی محتوای کپسول رو هم خودش تولید میکرد. خلاصه که خیلی آدم خاصی بود. رابرت داستان ما تو سال 1960 و تو سن 53 سالگی به خاطر سرطان عمرشو داد به شما. تو دوره خودش شرکت به سرعت رشد کرد و توی 6 تا کشور و 3 تا قاره جهان کارخونه تأسیس کرد. ولی بعد از مرگش مسیر شرکت به کلی عوض شد. نفرای بعدی میخواستن شرکت رو از طریق خرید شرکت‌های دیگه رشد بدن. بعد از رابرت پسرش مدیرعامل شرکت شد که از قضا اسم اونم رابرت بود. در واقع اسمش رابرت جونیور بود. فقط 1 سال از مرگ رابرت گذشته بود که رابرت جونیور یه شرکتی رو خرید که ابزار آرایشگری مثل تیغ و قیچی و اینجور چیزا تولید میکرد. بعدش هم رفت یه شرکتی رو خرید که ابزار و تجهیزات دندون پزشکی تولید میکرد و بعدش هم رفت یه شرکتی رو خرید که ابزار جراحی تولید میکرد. بعد از اینا هم یه سهم 25% از یه شرکت لوازم آرایشی خرید و بعدش هم یه شرکتی خرید که کابینت و صندلی فولادی و اینجور چیزا برای مطب پزشکای گوش و حلق و بینی تولید میکرد. بعدش هم 2 تا شرکت خرید که یکی سنجاق سر تولید میکرد و اون یکی حالت دهنده مو. خلاصه هرچی میومد دم دستش رو همینطوری میخرید که شرکت رو رشد بده.
تو سال 1971 رابرت جونیور موفق شد شرکت آرپی شرر رو به قیمت خوبی تو بازار سهام عرضه کنه، ولی بیزنس اصلی شرکت یعنی بیزنس تولید کپسول ژلاتینی کم کم داشت سهم بازار خودش رو از دست میداد. شرکت آرپی شرر تو دهه قبل 1/3 سهم بازارش رو از دست داده بود و مدیرای میانی شرکت فکر میکردن علت از دست دادن سهم بازار اینه که تو شرکت مادر رهبری و جهت‌دهی قدرتمندی وجود نداره. 8 سال بعد از عرضه شرکت تو بورس، رابرت جونیور هم از شرکت استعفا داد و شوهر خواهرش یعنی شوهر کارلا که پیتر فینک بود مدیرعامل شرکت شد. شخصیت‌ها رو گم نکنید. یه رابرت پاولی شرر داشتیم تا اینجا که بنیانگذار شرکت بود، یه کارلا شرر داشتیم که دختر این بنیانگذار بود، یه رابرت جونیور هم داشتیم که پسر این بنیانگذار و برادر کارلا شرر بود که اینجای داستان استعفا داده و از شرکت زده بیرون. حالا داماد خانواده پیتر فینک مدیر عامل شده. پیتر فینک البته از قبل عضو هیئت مدیره شرکت بود و کاملا با شرکت آشنا بود. از اونجایی که رابرت جونیور خریدای عجیب و غریب انجام میداد، پیتر فینک هم یه بخشی از این خریدای عجیب و غریب بود. یعنی وقتی که رابرت جونیور خواست از شرکت جدا بشه، بیزنس‌های غیر مرتبط پیتر فینک رو خرید و به جای پول اون بیزنس‌ها به پیتر فینک 20% سهم شرکت آرپی شرر رو داد. خود این کار عجیبی بود، چون اصلا هدف از این که پیتر فینک بیاد جای رابرت جونیور رو بگیره این بود که پیتر بیاد تمرکز شرکت رو برگردونه روی بیزنس کپسول ژلاتینی. ولی حتی نحوه ورود پیتر هم باعث میشد از این هدف دورتر بشن. خلاصه پیتر وقتی اومد قول داد که تمرکز شرکت رو برگردونه روی بیزنس کپسول ژلاتینی و هیچ شرکت دیگه ای رو نخره مگر اینکه در راستای بیزنس کپسول باشه. ولی خب پیتر هم عملاً به این هدف متعهد نموند. 2 سال بعد از اینکه پیتر مدیر عامل شد، بدو رفت یه بیزنسی تو آلمان خرید که کارش تولید در آلومینیومی برای شیشه هایی بود که توش قرص و شربت و اینجور چیزا پر میکنن. بعدم تو گزارش سالانه شرکت کلی اغراق کرد که بله ما رفتیم یه شرکت فوق‌العاده تو آلمان پیدا کردیم و خریدیمش. شرکتی که خریده بودن یه بیزنس کم بازده بود با تعداد خیلی خیلی کم مشتری. بنابراین یه بیزنس کم بازده و پر ریسک رو با افتخار خریده بودن. تازه این خرید خوبشون بود. بالاخره میتونیم یه طورایی خودمون رو قانع کنیم که این به بیزنس کپسول ژلاتینی یه ربطایی داره حالا. ولی خریدای بعدی پیتر دیگه فاجعه بود. اول رفت یه شرکت تولید کننده وسایل دندون پزشکی خرید. بعد رفت یه آزمایشگاه حیوانات خرید. بعدم رفت یه شرکت تولید کننده لنز و عینک خرید. بزرگترین خریدش هم یه شرکتی بود به اسم شرکت خدمات دارویی پاکو که بسته‌بندی کاغذی دارو تولید میکرد و خیلی هم بیزنس بدی بود و خیلی هم حاشیه سودای پایینی داشت. استدلال پیتر برای این خریدای پخش و پلا این بود که من دارم پورتفولیوی شرکت رو متنوع میکنم. ولی خب همه این بیزنس هایی که پیتر داشت میخرید بیزنس های خیلی ضعیف و کم بازدهی بودن و هیچ جوره بیزنس اصلی شرکت رو تکمیل نمیکردن. مثلا تو سال 1988 بازده بیزنس اصلی روی دارایی ها قبل از مالیات 29% بود. تازه تو بیزنس اصلی خرابکاریایی کرده بودن، وگرنه تو حالت عادی بازده دارایی‌های بیزنس اصلی از اینم بالاتر بود. در مقابل بیزنس‌هایی که خریده بودن روی دارایی‌هاشون فقط 6% بازده میدادن. تازه قضیه از اینم فراتر میره. این خریدایی که انجام شده بود همشون به قیمت‌های بسیار بسیار گرون انجام شده بود و روی قیمت هم هیچ پیروزی حاصل نکرده بودن. همین شرکت خدمات دارویی پاکو که گفتم رو به قیمت 64 میلیون دلار خریده بودن، در حالی که درآمد عملیاتی شرکت فقط 830 هزار دلار بود. شاید فکر کنید ته خرابکاریاشون همینا بود، ولی نه، داستان بازم ادامه داره. برای خرید این شرکت‌ها
پیتر اکثراً به جای پول نقد سهام شرکت اصلی رو میداد، در حالی که سهام شرکت اصلی به شدت زیر ارزش معامله میشد. بعد از اینکه پراکسی فایت کارلا باعث شد قیمت سهام به قیمت واقعیش نزدیک بشه، تازه مشخص شد که پیتر چه خرابکاریایی کرده. سرجم اگه بخوام بگم، پیتر تا سال 1988 $104 میلیون خرج خرید بیزنس‌های مختلف کرده بود، در حالی که این بیزنس‌ها روی همدیگه سالی $4 میلیون هم درآمد عملیاتی نداشتن. سرمایه‌گذاری‌های آرپی شرر روی بیزنس‌های خودش هم وضعیت جالبی نداشت. یکی از کارهایی که رابرت جونیور انجام داده بود این بود که علاوه بر کپسول ژلاتینی نرم، وارد بیزنس کپسول با پوسته سخت هم شده بود. میدونید منظورم کدوم مدل کپسولاست دیگه؟ اون کپسولای ژلاتینی که رنگی رنگی هستن و مثلا قرمز و زرد و اینا هستن و به اونا میگیم کپسول ژلاتینی نرم، که بیزنس اصلی شرکت بود. مثلا ژلوفن اگه دیده باشین. اون مدل کپسولایی که نرم نیستن و بدنشون سخته و از وسط نصف میشن و که معمولا مثلا دو رنگن، مثلا سبز و خاکستری هن مثلا، به اونا میگیم کپسول سخت، مثلا آموکسیسیلین. رابرت جونیور یه جا زده بود به سرش و رفته بود خلاصه یه کارخونه کپسول سختم خریده بود. فرق کپسول سخت، یعنی فرق بیزنس کپسول سخت و کپسول ژلاتینی نرم اینه که بیزنس کپسول نرم خیلی حاشیه سود بالایی داره و ثبت اختراع پدر خانواده هم باعث شده بود که هر کسی نتونه بیاد توی این بیزنس. تازه سهم بازارشون تو بیزنس کپسول نرم خیلی خوب بود و به خاطر اسکیل بالای بیزنس تقریبا هر کاری رو میتونستن انجام بدن. ولی کپسول سخت حاشیه سود قابل توجهی نداشت و خب هر کسی هم میتونست کپسول سخت رو تولید کنه و سهم بازار قابل توجهی هم توش نداشتن. هر وقت هم قیمت کپسول سخت رو یه ذره می‌بردن بالا، مشتری بدو ناراحت میشد و میرفت برای خودش یه دونه خط تولید کپسول سخت را مینداخت و خلاصه از آرپی شرر اینطوری بی‌نیاز میشد. این حماقتی بود که رابرت جونیور شروع کرده بود و پیتر هم ادامه داده بودش. وقتی پیتر مدیر عامل شد، $70 میلیون برای تأسیس یک کارخونه جدید کپسول سخت سرمایه گذاری کرد. 5 سال بعد از تأسیس این کارخونه، آرپی شرر مجبور شد کلاً از بیزنس کپسول سخت بره بیرون. در نتیجه خروج از بیزنس کپسول سخت هم شرکت یه ضرر $12 میلیون رو تحمل کرد که کارخونه رو تعطیل کنه. آرپی شرر توی یه بیزنس خوب بود، اونم فرموله کردن و تولید کپسول ژلاتینی نرم بود. بنابراین بهتر بود که پولو توی سرمایه‌گذاری‌های متنوع تلف نکنه. برای کارلا هر کدوم از این شکست‌ها یه نشونه‌ای بود از اینکه یه چیزی سر جاش نیست. البته زندگی مشترک کارلا با پیتر هم وضعیت جالبی نداشت، ولی کارلا میدونست که اینکه فکر میکنه پیتر داره خرابکاری میکنه ربطی به زندگی مشترکش نداره. در واقع کارلا 2 مشکل داشت: زندگی مشترکی که داره فروپاشی میکنه و شرکتی که هر روز داره شکست‌های بیشتر میخوره. کارلا که شخصیت اصلی داستان ماه، 5 سال بعد از ثبت اختراع دستگاه تولید کپسول به دنیا اومده بود و بچه سوم رابرت بود. رابرت از همون اول سهم شرکت رو بین اعضای خانواده‌اش تقسیم کرده بود و به خاطر همین کارلا عملاً وقتی 12-13 سالش بود یه میلیونر محسوب میشد. بعدم وقتی 16 سالش شد با پیتر توی یه سفر دریایی آشنا شد و دانشگاه رفتن رو بیخیال شد که بتونه زودتر با پیتر ازدواج کنه. بعدن یه جایی گفته بود خانواده من نباید میذاشتن انقدر زود تو 20 سالگی ازدواج کنم. باید منو تشویق میکردن که برم دانشگاه بیزنس بخونم که بتونم بیزنس خانوادگیمون رو مدیریت کنم. نباید تو 20 سالگی خانه‌دار میشدم. شاید براتون سوال باشه که چی شد که کارلای داستان ما که هیچ تحصیلاتی در زمینه بیزنس نداشت
خواست که به عضویت هیئت مدیره شرکت در بیاد. 2 تا اتفاق بود اوایل دهه 80 افتاد که کارلا رو به ایفای نقش فعالتر تو شرکت تشویق کرد. اولین اتفاق مرگ مادر کارلا بود. مادر کارلا زن قدرتمندی بود که تونسته بود بعد از مرگ رابرت خانواده رو کنار هم نگه داره و جلوی اینکه بچه‌هاش سر ارث و میراث رابرت با هم به جنگ بیفتن و بگیره. بعد از مرگ مادرش کارلا شروع کرد به سوال پرسیدن از پیتر راجع به بیزنس. اتفاق دومم این بود که تو سال 1982 یه شرکت صنعتی بزرگ تلاش کرد آرپی شرر رو تیک اوور کنه و پیتر با کمک کارلا و برادرش موفق شد از تیک اوور جلوگیری کنه. ولی بعد از کمک به پیتر کارلا پشیمون شد و به نظرش وفادار موندن به پیتر به ضررش تموم شد، چون فکر میکرد با این کار باعث شده جایگاه پیتر به عنوان مدیر عامل شرکت تثبیت بشه. به خاطر همین بعدش از پیتر خواست که عضو هیئت مدیره بشه. بعدن یه جای گفته بود که دیر از خواب پا شدم ولی بالاخره از خواب پا شدم. پیتر در برابر درخواست کارلا برای عضویت تو هیئت مدیره خیلی مقاومت کرد و بهانه‌ش هم این بود که بقیه اعضای هیئت مدیره اعتقاد دارن کارلا هیچی درباره بیزنس نمیدونه. ولی کارلا دیگه کوتاه نمی اومد و جواب میداد که من با این بیزنس بزرگ شدم و هر شب موقع شام چند ساعت راجع به بیزنس با بابام حرف میزدیم. تهش کارلا مجبور شد پیتر رو تهدید کنه که اگه منو عضو هیئت مدیره نکنی با این مقداری که سهم دارم خودم رو عضو هیئت مدیره میکنم. کارلا میگه که وقتی اینو گفتم رنگ از رخسار پیتر پرید و قبول کرد که منو به عضویت هیئت مدیره در بیاره. خلاصه که کارلا تو سال 1984 عضو هیئت مدیره آرپی شرر شد. با چشمای خودش هم دید که چطور تو سال 1985 تمام بیزنس کپسول با پوسته سخت از دست شرکت در رفت و شرکت چه ضررایی بابتش داد. بعدم با چشمای خودش دید که چطور کل شرکت تو سالهای 1985 و 1986 زیانده شد. بعدش هم به وضوح دید که خرید شرکت خدمات دارویی پاکو تو سال 1988 چه بلایی سر شرکت آورد. خرید شرکت خدمات دارویی پاکو باعث شد بدهی‌های بلند مدت شرکت تو سال 1986 2 برابر بشه و کم کم دیگه شرکت داشت حتی برای عملیات روزمره‌ش هم به مشکل می‌خورد. بیزنس کپسول نرم همچنان بیزنس خوبی بود و خرابکاری‌های بقیه بیزنس‌ها رو تا حدی جمع می‌کرد. ولی کارلا نگران بود که مدیریت پیتر باعث بشه اونم خراب شه. تو سال 1988 کارلا شروع کرد اعضای هیئت مدیره رو به صورت خصوصی ملاقات کرد و بهشون پیشنهاد داد که شرکت رو یه جا بذارن برای فروش. ایده‌ای که کارلا به اعضای هیئت مدیره داد خیلی ساده بود. کارلا میگفت بیزنس اصلی که سودآوره و سودش هم در حال رشده. بازار خرید و فروش شرکت‌ها هم که به خاطر علاقه خارجی‌ها برای خرید شرکت‌های آمریکایی حسابی داغه. بنابراین میتونیم شرکت رو به قیمت خوبی بفروشیم. کارلا فکر میکرد که اگه سهام شرکت رو به مزایده بذاره احتمالاً منافع بیشتری گیر سهامدارا میاد تا حالتی که سهامدارا بخوان سهامشون رو نگه دارن. راستم میگفت بازار سهام هیچ علاقه‌ای به سهام آرپی شرر نداشت، در حالی که بیزنس کپسول نرم سالی 35 میلیون دلار درآمد عملیاتی داشت. ارزش بازار شرکت تو بازار سهام فقط 230 میلیون دلار بود و توی یه بازه‌هایی حتی تا نصف این مقدار هم پایین اومده بود. بین همه اعضای هیئت مدیره فقط 2 نفر با کارلا موافق بودن. یکی برادرش بود و اون یکی هم یه بابایی بود به اسم ارنست شوپ که هم عضو هیئت مدیره بود و هم مدیر عملیات شرکت. ارنست و پیتر تنها مدیرای شرکت بودن که هم عضو هیئت مدیره بودن و هم یه سمت اجرایی توی شرکت داشتن. ارنست به عنوان یک کارشناس ساده استخدام
زیرمجموعه آلمانی شرکت شده بود و همه مراحل رشد رو دونه دونه طی کرده بود تا امروز شده بود مدیر عملیات و عضو هیئت مدیره شرکت و معتقد بود که پیتر بیزنس رو خیلی بد مدیریت میکنه. به خاطر همینم با ایده کارلا مبنی بر فروش شرکت کاملا موافق بود. به جز ارنست و برادر کارلا، همه اعضای هیئت مدیره با فروش شرکت مخالف بودن. کارلا بعداً گفت که هیچ کدوم از کسایی که مخالف بودن دلایل بیزنسی درست حسابی برای مخالفتشون نداشتن و خب تنها دلیلشون برای مخالفت این بود که حس می‌کردن باید به پیتر وفادار باشن. کارلا میگه حتی یکی از اعضای هیئت مدیره یه بار برگشت یواشکی به من گفت که ببین اگه شرکت رو بفروشی مردونگی پیتر رو میبری زیر سوال، بنابراین بیخیال شد. خلاصه که از بین 10 نفر اعضای هیئت مدیره شرکت 3 نفر موافق فروش بودن و 7 نفر مخالف فروش. موافقا کیا بودن؟ کارلا و برادرش و ارنست. مخالفا کیا بودن؟ پیتر و رفقا. حالا اینکه این رفقای پیتر کیا بودن خیلی جالبه، بریم با هم دیگه ببینیم. رفیق شماره 1 یه بابایی بود به اسم ویلبر ماک. ویلبر ماک قبلا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت منابع ملی آمریکا بود و تا قبل از پراکسی فایت کارلا از آرپی شرر سالی $400,000 حقوق می گرفت. علاوه بر این حقوق کلی پاداش در قالب سهام و عضویت رایگان تو کلاب‌های مختلف دریافت می‌کرد و تو شرکت هم چندین نفر خدم و حشم داشت. تو قرارداد حقوقش با شرکت آرپی شرر هم ذکر شده بود که حتی بعد از اینکه از شرکت بازنشسته شد میتونه تا زمان مرگ خودش یا تا زمان مرگ زنش سالی $42,000 حقوق دریافت کنه. یعنی حتی اگر خودش میمرد و زنش زنده میموند بازم زنش 42,000 تا آخر عمرش دریافت میکرد. کارلا میگفت ویلبر ماک برای پیتر نقش پدر رو بازی میکنه. ویلبر ماک 77 سالش بود و نظر کارلا این بود که نقشش تو شرکت کاملا تشریفاتیه. ویلبر ماک رو خود پیتر عضو هیئت مدیره کرده بود. رفیق شماره 2 پدرو دا مدیر عملیات یه شرکتی بود که کارش تبلیغات بود و جز بهترین شرکت‌های تبلیغاتی آمریکا بود. پیتر و پدرو دا از بچگی با هم رفیق بودن و بعداً هم توی اولین شغلشون تو شرکت لینتاس با هم دیگه همکار شدن و محل زندگیشون هم خیلی به هم نزدیک بود. پدرو دا رو هم خود پیتر عضو هیئت مدیره کرده بود. رفیق شماره 3 مریت جونز شریک یه شرکت حقوقی بود که آرپی شرر یکی از 3 مشتری بزرگ همین شرکت حقوقی بود. تو سال قبل از پراکسی فایت کارلا علیه پیتر شرکت آرپی شرر $500,000 کارمزد خدمات حقوقی داده بود به این شرکت. مریت جونز البته شوهر خواهر پیتر هم بود. مریت جونز رو هم خود پیتر عضو هیئت مدیره کرده بود. رفیق شماره 4 ریچارد مانوگیان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یه شرکتی بود که وسایل و تجهیزات داخلی خونه تولید میکرد. ریچارد مانوگیان جز رفقای قدیمی پیتر بود و خود پیتر هم به عضویت هیئت مدیره در آورده بودش. رفیق شماره 5 دین ریچاردسون رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک ملی تولید کنندگان آمریکا بود و آرپی شرر همه وامهاش رو از همین بانک میگرفت. تو سال قبل از پراکسی فایت کارلا علیه پیتر شرکت آرپی شرر $600,000 بهره وام به این بانک پرداخت کرده بود و جدای از این تقریباً همه اعضای خانواده شرر مشتری خدمات خاص این بانک بودن. از جمله اینکه پدر کارلا تو این بانک یه صندوقی تأسیس کرده بود، یعنی به مدیریت این بانک یک صندوقی تأسیس کرده بود که اون صندوق 9% از سهام شرکت رو هم کنترل میکرد که این داستان قراره بعداً بهش برگردیم. این مهم میشه توی دعوای کارلا علیه پیتر مهم میشه.
این بابا رو هم خود پیتر عضو هیئت مدیره کرده بود. رفیق شماره 6 ویلیام استات. ویلیام استات از شرکای گلدمن ساکس بود و 17 سال بود که به شرکت آرپی شرر خدمات تامین سرمایه ارائه میداد. خود آرپی شرر رو هم گلدمن ساکس به بازار سهام عرضه کرده بود. نفر هفتم توی تیم پیتر هم که خود پیتر بود. بنابراین پیتر بود و 6 تا رفیق وفادارش که 7 عضو از 10 عضو هیئت مدیره رو تشکیل میدادن. همونطور که مشخصه رفقای پیتر هم کم آدمایی نبودن و خب بیزنسمنای موفق و قدرتمندی بودن. پیتر دا که گفتم که خب یه شرکت غول تبلیغاتی رو مدیریت میکرد. دین ریچاردسون که یه بانک بزرگ رو مدیریت میکرد. ریچارد مانوگیان که یه شرکتی رو مدیریت میکرد که امروز اون شرکت توی لیست 500 شرکت برتر فورچن 500 و خب همین ریچارد مانوگیانی هم که الان داریم ازش صحبت میکنیم بعداً مثلا تبدیل شد به یکی از میلیاردرهای بزرگ آمریکایی و عضو هیئت مدیره فورد شد و هزار تا چیز دیگه. بقیه رفقای پیتر هم بالاخره بیزنسمنای موفقی بودن، ولی همشون یه طوری احساس دین میکردن به پیتر، زیر بار منت پیتر بودن در واقع. حالا بعضیاشون داشتن از پیتر حقوق میگرفتن، بعضیاشون هم خدماتشون رو به پیتر میفروختن، در واقع به آرپی شرر میفروختن. بعضیاشون هم که اصلا رفقای قدیمی پیتر بودن و قصه هازا. اکثرشون هم خود پیتر عضو هیئت مدیره کرده بودشون توی آرپی شرر. حتی یکیشون برای جبران لطف پیتر رو برده بود و عضو هیئت مدیره شرکت خودش کرده بود. طبیعتاً چنین ترکیبی از اعضای هیئت مدیره هیچ وقت از مدیر عامل سوالای سخت نمیپرسه. هیچ وقت گیر نمیده که آقای پیتر چرا انقدر عمل کردت خرابه. هیچ وقت هم راضی نمیشه که شرکت رو بفروشن و مهمونی رو تموم کنن. تو سال 1988 پیتر و رفقا یه طرحی رو توی هیئت مدیره تصویب کردن که به واسطه این طرح شرکت هیچ پیشنهاد خریدی رو نپذیره. تو طرح هم نوشتن که به نفع سهامدارهاست که شرکت همه پیشنهادهای خرید رو رد کنه. خب این جمله خیلی احمقانه است دیگه. یعنی چی که به نفع سهامدارهاست که همه پیشنهادهای خرید رو رد کنه؟ شاید یکی اومد مثلا یه پیشنهادی داد که شرکت رو به 50 برابر قیمت بخره. آیا بازم به نفع سهامداراست که ردش کنن؟ طبیعتا نه. کارلا بعد از اینکه دید کارش از طریق اعضای هیئت مدیره شرکت پیش نمیره، مستقیم رفت سراغ سهامدارا. تو همین سال، یعنی توی سال 1988، 9 روز بعد از اینکه کارلا درخواست طلاق از پیتر رو ثبت کرد، همراه با برادرش یه فرم 13D برای کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا ثبت کرد و تو این فرم گفت که علاقه داره برای منفعت همه سهامدارها شرکت رو بفروشه. چند وقت بعدش درخواست کرد که لیست سهامدارها رو از شرکت بگیره و اعلام کرد که پراکسی فایت رو برای تغییر ترکیب اعضای هیئت مدیره شروع میکنه. البته پیتر و رفقا لیست سهامدارها رو بهش ندادن. پیتر و رفقا پراکسی فایت کارلا رو خیلی جدی گرفتن و واقعا ازش ترسیدن. کارلا و برادرش روی هم مالک 38% از سهام شرکت بودن و 9% دیگر رو هم از طریق صندوق ثروت خانوادگیشون که پدرشون در بانک ملی تولید کنندگان آمریکایی ایجاد کرده بود کنترل می‌کردن. یعنی روی هم 47% از سهام شرکت در کنترل کارلا و برادرش بود. البته حق رأی اون 9% در کنترل کارلا و برادرش نبود و در اختیار بانک ملی تولید کنندگان آمریکا بود. در ضمن اگه یادتون باشه این بانک رو یکی از رفقای پیتر به اسم دین ریچاردسون مدیریت میکرد. به خاطر همین پیتر شروع کرد لابی کردن برای اینکه رأی این 9% سهم رو به خودش بده. بازم اگه یادتون باشه تو روایت 4 یه بابایی به اسم مارتین لیپتون رو معرفی کردم که گفتم این بابا اون وکیلی بود که مفهوم قرص سمی رو برای اولین بار ابداع کرد.
پیتر رفت همین بابا رو استخدام کرد که در برابر پراکسی فایت کارلا از خودش دفاع بکنه. پیتر و رفقا با کمک این بابا، یعنی با کمک مارتین لیپتون، یه طرح جدیدی تو هیئت مدیره تصویب کردن که در صورت تغییر کنترل شرکت سهام کارلا و برادرش رقیق میشد. بعدم پیتر رفت یه نفر دیگر رو هم به هیئت مدیره اضافه کرد به اسم جورج سیبرت که رئیس هیئت مدیره یه شرکتی بود به اسم دویچه ژلاتین که تو سال قبل 21 میلیون دلار معامله با آرپی شرر داشت. اضافه کردن جورج سیبرت قدرت پیتر رو تو هیئت مدیره افزایش داد. چون قبلا هیئت مدیره 10 نفر بود که 7 تاشون تو تیم پیتر و رفقا بودن و 3 تا تو تیم کارلا و حالا هیئت مدیره شده بود 11 نفر که 8 تا تو تیم پیتر و رفقا بودن و 3 تا تو تیم کارلا. تو هیئت مدیره آرپی شرر 3 تا کلاس هیئت مدیره وجود داشت، یعنی 3 تا کلاس مختلف برای اعضای هیئت مدیره وجود داشت که هر نفری که عضو هر کدوم از این 3 تا کلاس میشد تا 3 سال عضو هیئت مدیره باقی میموند و امکان عوض کردنش زودتر از 3 سال وجود نداشت. این مدل هیئت مدیره با مدل بقیه شرکت‌ها تفاوت داره. تو بقیه شرکت‌ها هر عضو 1 سال عضو هیئت مدیره میشه و میشه سر 1 سال عوضش کرد. مدل هیئت مدیره آرپی شرر باعث میشد که نشه همه اعضای هیئت مدیره رو یه جا و توی یه مجمع عمومی عوض کرد. تو سال 1988 که کارلا پراکسی فایت رو شروع کرد فقط میشد 3 تا از اعضای هیئت مدیره رو عوض کرد که یکیشون هم از قضا برادر کارلا بود. بنابراین کارلا علاوه بر این که برادر خودش رو دوباره برای عضویت تو هیئت مدیره معرفی کرد، 2 نفر جدید رو هم معرفی کرد به اسمای فردریک فرانک که کارش تامین سرمایه بود و بیشتر با شرکت‌های دارویی کار کرده بود و تئودور سوریس که قبلاً قاضی دادگاه عالی میشیگان بود. اگه کل اعضای پیشنهادی کارلا رأی می آوردن، تیم کارلا میشد 5 نفر. یعنی 5 نفر از 11 نفر. تیم کارلا کیا بودن؟ خود کارلا و ارنست شوپ و برادر کارلا و این 2 نفر جدید که اضافه شدن، یعنی فردریک فرانک و تئودور سوریس. الان مشخص میشه که چرا پیتر نفر 11 هم رو به هیئت مدیره اضافه کرد. با اضافه کردن نفر 11 هم همچنان پیتر 6 نفر از 11 نفر رو داشت و اکثریت هیئت مدیره رو کنترل میکرد و انتخابات بعدی هیئت مدیره هم 1 سال دیگه بود. بنابراین پیتر میتونست 1 سال دیگه هم برای خودش فرصت بخره و حاکم شرکت باقی بمونه. در نهایت کارلا به خاطر اینکه شرکت راضی نشده بود لیست سهامدارها رو بده بهش، از شرکت شکایت کرد و شرکت تا روز قبل از دادگاه ثبت کرد و لیست رو نداد و در نهایت روز قبل از دادگاه لیست رو به کارلا داد. هدف از این کار این بود که کارلا نتونه سهامدارها رو پیدا کنه که باشون مذاکره کنه و برای خودش رأی جمع کنه. دعوا هی بالا میگرفت و جلسه پشت جلسه بین افراد مختلف تشکیل میشد که طرف مقابل رو بتونن 1 قدم عقب ببرن. هر دو طرف، یعنی هم تیم کارلا و هم تیم پیتر، نامه پشت نامه و تلفن پشت تلفن میزدن به سهامدارها که بتونن رأیشون رو بگیرن. پیتر و رفقا شروع کردن به عمومی کردن دعوا و یه نامه عمومی به سهامدارها نوشتن که توش گفته بودن کارلا و برادرش برای منافع شخصی خودشون دارن سعی میکنن شرکت رو بفروشن و منافع دیگران رو در نظر نمیگیرن. کارلا هم توی نامه عمومی جواب داد که فروش شرکت به بالاترین پیشنهاد منافع سهامدارها رو حداکثر میکنه و بهترین اتفاقیه که میتونه برای سهامدارها بیفته. بعدم از سهامدارها خواست که به طرح قرص سمی هیئت مدیره رأی ندن و گفت که این طرح شبیه یه چتر نجات طلایی برای رفقای پیتر عمل میکنه. پیتر و رفقا تو نامه بعدی گفتن که کارلا درخواست کرده که مدیرعامل شرکت بشه و سعی کردن با دروغ رأی سهامدارها رو جلب کنن. بعدم تو این نامه گفتن که کارلا دقیقاً قبل از اینکه پیشنهاد بده که شرکت رو بفروشن درخواست طلاق داده و گفته که میخوام خودم مدیرعامل بشم و خلاصه حرفای خصوصیش با حرفای عمومیش
متفاوته. حتی یه جایی به دروغ گفته بودن اون قاضی سابق دادگاه عالی که کارلا برای عضویت تو هیئت مدیره پیشنهاد داده بود همون وکیلی بوده که کارهای طلاق کارلا رو انجام داده که خب اینم دروغ بود. اون قاضی سابق دادگاه عالی یعنی تئودور سوریس در زمینه حقوق یه نخبه به تمام معنا محسوب میشد و تو 33 سالگی قاضی دادگاه عالی شده بود و 9 سال توی دادگاه عالی میشیگان قضاوت کرده بود و بعدش هم از سیستم قضایی اومده بود بیرون و وکالت میکرد و عملاً جز محترمترین وکلای میشیگان بود. نامه‌های عمومی پیتر همش روی این تاکید داشت که کارلا درخواست کرده که مدیر عامل بشه. گرچه کارلا خودش میگه که من هیچ وقت چنین درخواستی نکردم و هیچ مدرکی هم مبنی بر اینکه چنین درخواستی کرده موجود نیست، ولی حتی اگه کارلا درخواست میکرد که مدیر عامل بشه اصلا چه اشکالی داشت واقعا؟ اولا که طرف 47% سهام داره از شرکت هم که عملکردش خیلی بده. چه مشکلی داشت که کارلا مدیر عامل بشه و شرکت خودش بفروشه؟ پیتر و رفقا سعی داشتن تصویر یه زن احمق غیر منطقی رو از کارلا بسازن و یه طوری نشون بدن که انگار با وکیل طلاقش دست به یکی کرده که شرکت شوهرش رو به خاک سیاه بشونه. هرچی نامه‌های پیتر و رفقا مسخره و هیجانی و توهین‌آمیز بود، نامه‌های کارلا شفاف و دقیق بود. کارلا تو جواب پیتر و رفقا که گفته بودن تو میخواستی مدیر عامل شی، گفته بود که مدیرا سعی دارن، یعنی مدیرای فعلی شرکت سعی دارن سهامدارا رو منحرف کنن که جلوی فروش شرکت رو بگیرن تا بتونن همچنان منافع شخصیشون رو از شرکت دریافت کنن. بعدم گفت که پیتر فینک تو 3 سال گذشته 3 میلیون دلار پاداش دریافت کرده و این مبلغ 1/3 سودی بوده که توی همین 3 سال به سهامدارها پرداخت کرده. بعدم به سهامدارا گفت که به فکر سلامت مالی خودتون باشید و دنبال حرفای خاله زنکی پیتر فینک نرید. یه هفته تا مجمع شرکت باقی مونده بود و کارلا فکر میکرد شانس پیروزی خیلی خوبی داره. چند تا سهامدار عمده شرکت و هج فاند هم باش همراه شده بودن و بلوک‌های بزرگی از سهام رو خریده بودن که این وسط کاسبی کنن و اینا هم عملاً تو تیم کارلا محسوب می‌شدن. ولی یهو خبر بدی از راه رسید. بانک ملی تولید کنندگان آمریکا که حق رأی 9% از سهام شرکت رو کنترل می‌کرد و این 9% متعلق به کارلا و خانوادش بود، تصمیم گرفته بود با این 9% علیه کارلا رأی بده. با این تصمیم عملاً وضعیت خیلی تغییر می‌کرد. قبل از این تیم کارلا 47% سهام داشت و تیم پیتر 25%. ولی با این تصمیم تیم کارلا میشد 38% و تیم پیتر میشد 34% و بعید نبود که زور تیم پیتر با 2-3 تا لابی دیگه به کارلا بچربه. البته بانک ملی تولید کنندگان آمریکا به نفعش بود که به تیم پیتر رأی بده. دلیلش هم واضحه. این بانک هر سال از شرکت $600,000 بهره میگرفت و میخواست که این وضعیت ادامه پیدا کنه. تازه رئیس هیئت مدیره این بانک خودش هم عضو هیئت مدیره شرکت آرپی شرر بود و برای جبران لطف پیتر خود پیتر رو هم عضو هیئت مدیره بانک کرده بود. بنابراین دیگه قضیه واضحه دیگه. ولی خب این سهم عملاً مال خانواده کارلا بود دیگه. اونا باید تصمیم میگرفتن که اون 9% به چه کسی رأی بده. کارلا با بانک تماس گرفت و برای بانک شفاف کرد که اون سهمایی که توی صندوق بانکه مال ماست و ما میخوایم که بانک که اون سهما رو به نمایندگی از ما کنترل میکنه به خود ما رأی بده. ولی بانک بهش گفت که مدیرای ارشد بانک تصمیم گرفتن این سهم‌ها به طرف مقابل شما رأی بده و دیگه اینجا کارلا عصبانی شد. جالبه که تو سالهای گذشته هر وقت خانواده کارلا از بانک خواسته بودن که یه مقداری از سهمشون رو بفروشه، بانک قبول کرده بود و بهشون گفته بود که بله، اتفاقا به نفع شماست که سهماتون رو بفروشید. و خب حالا همون بانک داشت با فروش کل شرکت مخالفت میکرد. خلاصه کارلا و برادرش از بانک بابت این موضوع شکایت کردن. سر همینم یه دادگاهی تو میشیگان به بانک دستور داد که روی سهمای کارلا و خانواده‌اش
توی مجمع رأی نده. ولی بانک که از هفته قبل از دستور دادگاه رأیش رو ثبت کرده بود، با وقاحت تمام رأی خودش رو حذف نکرد و خلاف دستور دادگاه عمل کرد. ولی خب دیگه مهم نبود. کارلا پراکسی فایت رو برنده شده بود. شرکت نتایج رأیگیری رو زیر سوال برد و گفت که حق رأی یکی از بلوک‌های سهام که به کارلا رأی داده تو فتوکپی ناقص بوده. ولی دادگاه رأی رو به کارلا داد و کارلا حالا 5 عضو از 11 عضو رو به دست آورده بود. ولی بازی ادامه داشت. طی چند ماه بعد جورج سیبرت که پیتر به هیئت مدیره اضافه کرده بودش تا قدرت خودش رو افزایش بده، اومد تو تیم کارلا و پیتر از مدیریت عامل خلع شد و شرکت برای فروش آگهی شد. ظرف 1 سال بعد از این اتفاق یه شرکتی قبول کرد که آرپی شرر رو به قیمت 480 میلیون دلار بخره، یعنی 31.75 دلار برای هر سهم. قرار شد این 31.75 دلار 28 دلارش رو به صورت نقد پرداخت کنن و بقیه رو در قالب سهام ممتاز پرداخت کنن. این قیمت برای کارلا یه موفقیت بزرگ محسوب می شد. قیمت سهم شرکت از وقتی کارلا پراکسی فایت رو برنده شده بود 2 برابر شده بود و تهش هم قیمت سهام ممتاز بازم رشد کرد و عملاً برای هر سهم 33 دلار گیر سهامدارها اومد. کیس آرپی شرر رو از جنبه‌های مختلفی میشه بررسی کرد. مثلا از این جنبه که همه کسایی که عضو هیئت مدیره بودن یا داشتن مستقیما از شرکت حقوق میگرفتن یا مشتری شرکت بودن یا داشتن یه خدمتی، سرویسی، چیزی به شرکت میفروختن و بالاخره همه با هم یه تضاد منافعی داشتن که این تضاد منافع تهش به ضرر سهامدارها تموم میشد. ولی برای من جالبترین جنبه کیس آرپی شرر اونجاست که مدیر عامل بیشتر اعضای هیئت مدیره رو خودش انتخاب کرده بود. اینطوری هم نیست که فکر کنید که فقط شرکتایی که مثلا خیلی معروف نیستن از این داستانا دارن. بذارید یه داستان کوتاه بگم که بدونید که حتی استیو جابز هم تو هیئت مدیره خودش شبیه پیتر داستان ما عمل میکرد. آرتور لویت یه بابایی بود که رئیس هیئت مدیره کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا بود و عاشق اپل بود. یعنی از سال 1985 که اولین مکینتاش خودش رو خریده بود دیوانه اپل شده بود. خودش تعریف میکنه که یه روزی استیو جابز از من دعوت کرد که عضو هیئت مدیره اپل بشم. منم فردای اون روز پا شدم بدو رفتم کالیفرنیا و با استیو جابز صبونه خوردم و با مدیرای ارشد اپل هم یه جلسه طولانی رفتم. میگه آخر جلسه به مدیر مالی اپل یه فولدر دادم که توش یه سری سخنرانی هام درباره حاکمیت شرکتی بود. بعد از ظهر همون روز استیو جابز یکی از سخنرانی‌های آرتور لویت درباره حاکمیت شرکتی رو خونده بود و فرداش زنگ زده بود به آرتور و گفته بود که ببین فکر کنم بهترین کار اینه که تو عضو هیئت مدیره اپل نباشی. یه مثال معروف دیگه که احتمالاً تو کلاس‌های مالی شرکتی شنیده باشید مثال مایکل آیزنر و والت دیزنیه. مایکل آیزنر وکیل شخصی و معمار شخصی و حتی مدیر مدرسه بچه‌هاش عضو هیئت مدیره دیزنی کرده بود. خب اینا لزوما رابطه مالی با مایکل آیزنر نداشتن و خب با معیارهای حاکمیت شرکتی مدرن اینا اعضای مستقل هیئت مدیره محسوب میشن، ایندیپندنت دایرکتور محسوب میشن. ولی خب واضحه که اینا مستقل نیستن. استقلال فقط به این نیست که شما با شرکت یا اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه مالی نداشته باشی. روابط اجتماعی و احساسی و اینا هم عملاً میتونه باعث بشه که عضو هیئت مدیره مستقل نباشه. حقیقتش اینه که اون چند درصد بالای جامعه بیزنس تو هر کشوری انقدر با همدیگه روابط پیچیده‌ای دارن که اصلا بعیده هیچ وقت بشه مطمئن بود که یه عضو هیئت مدیره واقعا استقلال داره یا نه. یه چیز جالبم اینجا بگم، قوانین بازارهای سهام هم یه مشکل اساسی تو این زمینه داره. مثلا قوانین بورس نیویورک یا نزدک میگه که عضوی که قراره بهش بگی
عضو مستقل هیئت مدیره، یعنی اون کسی که قرار بهش بگی ایندیپندنت دایرکتور، برای اینکه بتونی این عنوان رو بهش نسبت بدی باید خود اعضای هیئت مدیره رأی بدن که ایشون مستقل هست یا نه. خب این چه کاریه؟ بازم که همونطوری میشه که یعنی بقیه اعضای هیئت مدیره رأی بدن که مثلا عضو جدیدی که داره اضافه میشه عضو مستقل هست یا نه. خب تو کیس آرپی شرر معلومه که مثلا همه اعضای هیئت مدیره رأی میدن که فلانی مستقله. پس کلا اینم یکی از مشکلات اساسی هیئت مدیره شرکت هاست. حالا یه سوال دیگه، اصلا استقلال اعضای هیئت مدیره سازوکار حاکمیت شرکتی خوبیه؟ واقعا ما جواب این سوال رو نمیدونیم. تو کیس آرپی شرر به نظرتون کی از همه کمتر مستقل بود؟ کی از همه بیشتر وابسته بود؟ یعنی کی نزدیکترین فرد بود به پیتر؟ که خب خود کارلا بود دیگه. با استانداردهای حاکمیت شرکتی مدرن کارلا اصولا آخرین نفری بود که بخواد علیه پیتر پراکسی فایت را بندازه. بیاید یه رجوع ریزی هم داشته باشیم به حکمت‌های بیپایان آقا وارن بافت. تو مجمع عمومی سال 2014 برکشایر هاتوی بافت میگه که جلسات هیئت مدیره 50% بیزنسی هستن و 50% اجتماعی. یعنی آدما تو این جلسات 50% عقل بیزنسیشون رو به کار میگیرن و 50% عقل اجتماعیشون. شبیه همینو جف بیزاس هم توی مصاحبهش با لکس فریدمن میگه که تو جلسات به نظر من باید ارشدترین فرد جلسه آخرین نفری باشه که حرف میزنه و تازه کارترین ها باید قبل از همه حرف بزنن. دلیلش هم اینه که وقتی ارشدترین فرد یه چیزی بگه بعیده که تازه کارها باش مخالفت کنن و عملاً اینطوری جلسه از حقیقت و واقعیت دور میشه. به خاطر همین طبیعت اجتماعی هیئت مدیره ها خیلی وقتا لازم نیست شما درگیر یه پراکسی فایت بشی تا هدفتو پیش ببری. خود وارن بافت استاد این کاره. بارها و بارها تو هیئت مدیره شرکتایی که بافت توشون سهامدار بوده چیزایی تصویب شده که بافت ترجیح داده به جای جنگ و کشوندن دعوا به رسانه و مجمع عمومی سهامدارها و پراکسی فایت و اینا با یه جلسه کوچولو با مدیر عامل شرکت قضیه رو حل کنه و کارش هم از قضا پیش رفته. در واقع چیزی که مهمه بدونیم اینه که وقتی جنبه اجتماعی هیئت مدیره ها مطرح میشه برای پیش بردن همچین هدفهایی یه ذره بازی سیاسی هم لازمه و همه چی جنگ و پراکسی فایت و تلاش برای تیک اوور و اینجور چیزا نیست. اما برگردیم سر کیس اصلی خودمون. آرپی شرر به کجا رسید؟ بعد از خرید آرپی شرر این شرکت همچنان شرکت موفقی بود. خریدار جدید این شرکت بعداً گفته بود که پیتر فکر میکرد فناوری آرپی شرر دیگه قدیمی شده و تلاش میکرد از کشفلای شرکت استفاده کنه که بیزنس‌های جدید بخره. خریدار شرکت چند تا کار تو آرپی شرر انجام داد که آرپی شرر رو متحول کرد. اول اینکه شرکت رو از بازار سهام خارج کرد و تبدیل کرد به یه شرکت خصوصی و همه بیزنس‌های غیر مرتبط با کپسول ژلاتینی رو فروخت و تمرکز رو گذاشت برای رشد دادن بیزنس کپسول ژلاتینی. خریدار یه جایی گفته بود که وقتی شرکت رو خریدیم تازه فهمیدیم که عدم علاقه مدیرعامل قبلی به این شرکت باعث شده بود هیچ تلاشی برای رشد این شرکت نکنه. گفته بود مدیرعامل قبلی فکر میکرد که خب بیزنس ما معلومه دیگه، هر کی به خدمات ما نیاز داشته باشه به همون زنگ میزنه و به خاطر همین هیچ کاری برای مارکتینگ انجام نمیداد. بنابراین خریدار جدید دومین کاری که کرد این بود که مدل فروش و مارکتینگ شرکت رو تغییر داد و یه طوری طراحیش کرد که کارمندای بخش فروش و بازاریابی انگیزه داشته باشن که برن سراغ مشتریای جدید. قدم سوم خریدار جدید هم این بود که هزینه‌های شرکت رو کاهش داد و به طور خاص این کار رو از محل کاهش هزینه‌های بالاسری تو دفتر مرکزی شرکت شروع کرد. نتیجه نهایی عجیب بود. درآمد عملیاتی شرکت در عرض 5 سال 3 برابر شد و حاشیه سود عملیاتی شرکت از 11% به 20% افزایش پیدا کرد. با دونستن نتیجه یه سوال برای ما پیش میاد.
آیا بهتر نبود همه این کارا رو خود کارلا انجام بده؟ چون به نظر میرسه کارهایی که انجام شده چندان پیچیده نبودن. اصلا کارلا میتونست همچین کارهایی رو انجام بده؟ جواب هر دو تا سوال منفیه. چیزی که واضحه اینه که خروج شرکت از بازار سهام و تبدیل شدنش به یک شرکت خصوصی برای انجام این کارها خیلی کلیدی بوده. خریدار شرکت بعداً گفته بود که اگه پرایوت اکویتی یک کار رو خیلی خوب بلد باشه، اون کار حاکمیت شرکتیه. خصوصی بودن شرکت باعث میشه مالک شرکت احساس مالکیت حداکثری بکنه و از پرسیدن سوالای سخت نترسه و خب تغییرات لازم تو شرکت رو انجام بده. تو شرکت‌های بورسی تغییر دادن همه چی خیلی سخت و زمان بره و در نتیجه کارلا اصلا تو موقعیتی نبود که بتونه این کار رو انجام بده. در واقع کارلای داستان ما نمیتونست سهامدارها رو به چیزی غیر از فروش شرکت راضی کنه. تنها راهی که کارلا میتونست کنترل هیئت مدیره رو به دست بگیره این بود که قول بده بعد از خروج پیتر شرکت بسیار گرونتر میشه. کارلا اصلا تو موقعیتی نبود که بخواد وارد کارهای عملیاتی شرکت بشه. تنها راهی که کارلا بتونه ثروت خودش رو نجات بده این بود که همه منافعی که ممکن بود در آینده گیرش بیاد رو فدا کنه. هنوزم که هنوزه این شرکت داره به خوبی گذشته کار میکنه. بیزنس آرپی شرر بیزنس فوق‌العاده‌ای بود ولی افتاده بود تو دست آدم‌های اشتباه. از کیس کارلا اگه قرار باشه یه چیز یاد بگیریم اینه که رستگاری بلند مدت شرکت‌ها فقط به داشتن اعضای خوب هیئت مدیره نیست، بلکه وجود سهامدارهای خوب هم لازمه و بدون سهامدارهای خوب هیچ شرکتی نمیتونه راه درستی رو در پیش بگیره. دمتون گرم که تا این لحظه با روایت ششم همراه بودین. از اینکه منم یه ذره صدام گرفته بود عذرخواهی میکنم و تا روایت هفتم خدا نگهدار.